میدونستی که یه سری افراد تو این دنیا هستن که اگه بندازیشون تو آتیش یا دستشون رو بشکنی هیچ دردی حس نمیکنن. توی این ویدیو میخوام 2 تا راز مخوف و جالب پزشکی رو بهتون بگم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین. بریم تو کارش. اولین چیزی که خیلی جالبه اینه که یک سری افراد تو این دنیا هستن که هرگز دچار پوسیدگی دندون نمیشن. بله، شاید باورتون نشه ولی همچین چیزی داریم. و این افراد هر چقدر هم که شیرینی، هر چقدر هم که شکلات، هر چقدر که مسواک نزنن، بازم پوسیدگی سراغشون نمیاد. اما چرا این افراد دهن سرویس این ویژگی رو دارن؟ راز اولش تو بزاق دهنشونه. اینا یه پروتئین دارن به اسم استاترین به فارسی یا استاترین به انگلیسی. و این پروتئین کارش اینه که میاد از مینای دندون شما در برابر عفونت مراقبت میکنه و بهتر باعث میشه که اون افراد دهنشون دچار پوسیدگی نشه. این استاترین توی دهن همه ما هست ولی تو اونا قوی‌تر و حجمش بیشتره. اما جدا از بزاقشون ما یه سری باکتری داریم تو جاهای مختلف بدن. مثلا ما توی دماغمون استاف اورئوس داریم. اگه این استاف اورئوس باکتری نرمال دماغمون بره مثلا تو یک جای دیگه از بدن بره تو مقعد، اون موقع میتونه مشکل ساز بشه. پس مراقب باشین که استافتون اونجا نره. به هر حال یه استاف دیگه هست به اسم استاف میوتنس، استافیلوکوکوس میوتنس. این باعث پوسیدگی دندون میشه و این افراد این استاف رو خیلی بهش مقاوم هستن و حتی باکتری های مفید دهنشون هم بیشتر از بقیه افراده. پس هیچ نیازی به مسواک ندارن و حق من و شما رو خوردن. ولی این دلیل نمیشه که ما مسواک نزنیم. چرا؟ چون که دندونای ما توی زمین کشاورزی به اسم لثه ها و اگه ما مسواک نزنیم از لثه هامون هم مراقبت نمی‌کنیم. پس حتما یادتون باشه که مسواک رو بزنید. بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو حال کردین یه لایک به من بدین، ممنون میشم. باعث میشه که ویدیوم دیده بشه و اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ راز شماره 2. میدونستی که توی دنیا آدمایی هستن که هرگز درد رو احساس نمی‌کنن؟ نه به خاطر اینکه افسردن، نه به خاطر اینکه خیلی قویان، به خاطر یک جهش ژنتیکی. بله، این افراد دچار بیماری سیپا هستند. این بیماری سیپا یعنی سندروم بی‌حسی به درد مادرزادی. انگلیسیش هم براتون اینجا میذارم که ببینیدش. حالا شاید توی نگاه اول با خودت بگی که این یه ابرقدرته، خیلی خوبه که یارو درد رو احساس نمی‌کنه. ولی اینجای کاره که اشتباه می‌کنی. چرا؟ چون درد یک پیام هشدار برای بدن ما و اون هشدار بدن ما رو آگاه میکنه که باید به اون درد برسی که آسیب بیشتری نبینی. فرض کن شما سندروم سیپا داری و یه میخ میره توی پات و نمیفهمی. بعد از مثلا 2-3 روز میری همون دوش بگیری میبینی کف پات یه دونه میخه پر از عفونت شده، عفونت پخش شده تو بدنت یا حتی تو بچه‌ها اگه ببینی یه سری بچه‌ها دچار کرم میشن و ناحیه مقعدشون میخوره و اگه درد نداشته باشن و حس نداشته باشن این خارشه رو نمیفهمن و این کرم تو سر بدنشون منتشر میشه و در نهایت منجر به فوت میشه. به همین دلیل آدمایی که این بیماری رو دارن متاسفانه زود از دنیا میرن چون هیچ دردی رو حس نمیکنن، نه درد داخلی نه درد بیرونی. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش جهش توی ژن SCN9A و این ژن یک کانال سدیمیو به کار میندازه که پیام درد رو منتقل میکنه به مغز و وقتی که از کار بیفته خب متوقعاً درد توی بدن منتشر، پیامش به بالا نمیره و باگ کارش اینجاست. اما خوشبختانه علم پزشکی داره تلاش میکنه که این دردا رو یه جورایی درمانشون کنه یا یه مسکن‌های مخصوصی برای این افراد درست کنه که باعث بشه حس درد توشون ایجاد بشه و مطمئنم که یه روز اون روز میرسه. اما از این 2 تا نکته‌ای که تا الان بهتون گفتم یکیشون یک وضعیته که به نفع انسانه و یکیشون یک بیماری که به ضرر انسانه. هر دوتاشون یک پیام واحد دارن که بدن انسان عجب چیز خفن و رازآلودیه و واقعا خدا چی آفریده. بچه اگه با این ویدیو حال کردید ممنون میشم بهم یه لایک بدید، سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی. بدرود.